خب دوستا و هموطنان گرامی سلام، خسته نباشید، خوبین؟ حال شما خوبه؟ سلامتین؟ امیدوارم که انشالله هر جایی هستین جور و صحتمند و سر حال باشید. و دوستا همونطور که بازم میگیرنید و بیننده هستید، فعلا کفای سنگکاری، کفای واحدهای پروژه بوریایی رو شروع کردیم و سنگکاری کفای پروژه بوریایی فعلا از اتاق خوابا شروع کردیم و در ویدیوهای قبلی خدمت شما صحبت کردم که در یک از ویدیوها خدمت شما صحبت کردم در مورد کار کف، بالاخره چی سرامیک باشه چی سنگ باشه، که ما برای کف دو نوع روش داریم. یک روشی کار از مکسته، چی سرامیک چی سنگ، که همو شروع کار از سالن یا پذیرایی میشه، بنده همو خطش ادامه پیدا نه داخل اتاق خوابا. و یک نوع روشی کار از مکسته، اتاق خواب بلده از خود کار میشه، سالن هم بلده از خود جدا مونه. چرا؟ این کیفیت و مزیت های ازی چیه دوستا؟ این روش کاری که شروع کار از سالن میشه و همون بندا باز دوباره ادامه پیدا داخل اتاق خواب، اگرچه کیفیت کار خیلی خوب مونه، در بعدش بدی که دیره، عیبه هایی که دیره ایه که پیرتی کار خیلی زیاده. اون موقع شاید داخل از این اتاق خواب خیلی مو بورشکاری داشته باشه، چون که همون بنده که از داخل پذیرایی میاد باید ما هر جورت همون ادامه بدیم. فرض مثال شاید اینجا تیکه 20 سانتی خورد، همون 20 سانتی یا اون گوشه الا 10 یا 20 یا 30 هر چی که خورد باید ما همون خط را ادامه بدیم. اگرچه نو که برای جاهایی هستش که اتاق خوابش رو بروی پذیرایی اگر قرار داشته باشه، باید ما اون نوع روشی که بنده داخل اتاق خواب ادامه پیدا کنه باید کار کنیم. و در صورتی که اتاق خواب یک کنج واحد قرار میگیره، راه داره، ما اتاق خواب بلدش کار کنیم، این بهتره، چون که پیرتیم نداریم. الان ما چیکار کردیم دوستا؟ شما حتما ویدیو قدم بیننده باشید. اینجا ما یک روش کار از ما که امروز کار مونیم، این روشیه که اتاق خواب بلده از خود کار میشه، پذیرایی بلده از خود، چون که ما یک راه اینجا داریم و اگر ما تو بیننده باشید دوربین را بیره نگاه کنید، یک راه باریک. ما الان همون بند پذیرایی را ادامه میدیم، میاریم تا این قسمت های دمی در، تا اینجا را. موقعی که در اتاق خواب بسته میشه اینجا قد مونیم دیگه، نیازی نیست که بند داخل اتاق خواب ما ادامه بدیم و اینقدر بورشکاری کار هم زیاد کنیم، چون که سنگ هم الان خود شما میگیرید که چقدر گرانه. اگر ما اینجا را همون بندای سالن داخل اتاق خواب ادامه پیدا میکرد خیلی بورشکاری زیاد میشد، شاید خیلی پیرتی سنگ زیاد میشد. خب برای شروع کار ما اینجا که اتاق خواب بلده خود کار کردی بچین نو کار کنیم دوستا و بیننده های عزیز. این بود کار سنگکاری کفی واحدهای پروژه بوریایی. خب دوستا ما در یک ویدیوهای خدمت شما صحبت کردم که ما برای کار سنگکاری باشه چی سرامیک باشه برای واحدها دو نوع روش داریم. این دو نوع روش چیه دوستا؟ اولیش اینه که بعضی جاها همو شروع کار از پذیرایی مونیم، بندا و خط سنگ ادامه پیدا داخل اتاق خوابا. این یک نوع روشه. یک نوع دومش ایه که اتاق خوابا برای از خود کار میشه، سالن هم برای از خود کار. در چی صورت ما میتونیم بندا را داخل اتاق خواب ادامه بدیم دوستا؟ در صورتی که اتاق خوابا رو بروی پذیرایی قرار گرفته باشه، جلو چشم جلو دید باشه، او در جایا شما اگر بندا را داخل اتاق خوابا ادامه بدید، خط سنگشم داخل اتاق خواب ادامه پیدا کنه، کیفیت کارشم خیلی بالاه، خیلی قشنگ میشه. و در صورتی که اتاق خواب در یک گوشه قرار گرفته باشه، راه داشته باشه، دیگه نیاز نیست که شما همون بند همون خط سنگ را داخل اتاق خواب قرار بدید. چرا؟ به خاطر ازی اگر شما بند را داخل اتاق خواب قرار بدید،
هم بندای سرامیک شرون که از پذیرایی مون بندای دام پیدا داخل اتاق خواب یک بدی که در علمی قدر برشکاری داره ولی کیفیت کار خیلی خوب میاد. سنگایشون یا سرامیکشون خیلی پیرتی در میاد. ولی وقتی که اتاق خواب مو بلدی از خود چیکار کنیم؟ سالن و پذیرایی بلدی از خود چی؟ یک هسته برای پیرتی برای صرفه‌جویی خیلی خوبه. الان فرض مثال ما اینجا چون که راه رو داشتیم اتاق خواب رو بلدی از خود چیکار کردیم؟ اتاق خواب رو کار کردیم آوردیم تا این قسمت در تا جایی که در بسته میشه دیگه راه و همون بند سرام بند پذیرایی و سالن ادامه پیدا نمیاد تا دم در چون که از اون بعد دیگه دیده نمیشه اینم زیر در قد میشه. اینجا ما به این روش دوستا کار کردیم برای شروع کار خو عمودی که شما دوستا میگیرید سنگای از ما که هست 80 در 80 سایزش سنگ دهبی ده و چیکار کردیم ما برای شروع کار خو میخوایم که شروع کارم خدمتتون صحبت کنیم برای بعضیا شاید مفید باشه به درد بخوره. خیلی از دوستا خیلی از عزیزا از ما خیلی وقتها میشه پرسانه که در مورد کارهای کفم خدمت از ما بلدی از ما ویدیو داشت بگیر بالاخره. خب دوستا برای شروع کار کف شما اولین کاری که می‌کنید همون خط ترازه. همون خط تراز مثبت یا خط تراز مشخص همونش کفشم که درب ضد حریق صافره میشه یا درب ضد سرقت صافره میشه امور انتقال میدید میرید داخل اتاق خواب. ما بردیم داخل اتاق خواب اینجا خط زدیم 4 گوش بعد یک دونه سنگ خوریم اینجا تنظیم کردیم بر اساس همون خط تراز مشخص 1 متر یک دونه سنگ هم اونجا مو یک تیکه مثلا چپ کردیم متر روی 1 متری تنظیم تراز کردیم. بعد رسپون بسته کردیم سرته کار زدیم 80 سان و 80 سان. بعدش چی دوستان 80 که 80 بسته چی کردیم قبل از این کارا باید دیوار هم چک کنید. ایش یاد از ما رفته شما باید این دیوار قد از دیوار چک کنید که چقدر ناگونیایی داره از اول ناگونیایش در نظر بگیرید که یک موقع شما فرض از این شروع کنید سنگش حداقل اگه بوریش هم بخوره یک سینی دیوار بخوره نه اینکه دو طرف کارشون بوریش بخوره. ما اومد سرده دیوار چک کردیم خورده ناگونیایی داشت ناگونیایش تمی کنج دیوار در آوردیم تا این قسمتی که سالم خورده یک خورده بوریش بخوره روی ازی دیواره. بعد از یک ردیف مو کار کردیم یک ردیف بعدیش هم موتور ترپ کردیم رفتیم دیگه اتاق خواب دیگه سنگامون هم کیچه 80 در 80 دیگه اتاق خواب دیگه بعد از اون طرف موتور پر کردیم عمدی. خب دوستان میخوام که در مورد کیفیت کار خدمتشون صحبت کنیم. چند مورد میدونی برای سنگکاری خصوصا کف وی که واقعا سنگه برای این چند مورد خدمتتون صحبت کنم که خیلی مهمه خیلی کاربرد داره. اولا از همه مهمتر رنگ سنگه خصوصا سنگای دهبید یه خورده روشن تیره داره که حتما موقع کار شما او رو سورت کنید جدا کنید. اگر شما هر سنگ گیرشون بل کنید بیلید یعنی رنگارنگ در میاد بعدن خودش خیلی بد نشان میده خصوصا سنگی که صابم مخره خیلی تو ذوق میشه به اصطلاح. بعدش از همه مهمتر بند سنگ هر کاری کنیم کوچک بزرگ داره در حد میلیمتری ناگونیایی داره باید کوچک بزرگ شه بالاخره شما سنگایی که موقع کار میلید اگر کیچه و ریزه است جدا کید کار نکید به اصطلاح. بعد میرسیم سراغ سنگای لپری. سنگایی که لپری داره از اول خصوصا سنگی که موقع میره حتما موقع بارگیری موقع بالا کشیدن سنگا در یک ذره لپری داره بالاخره. این لپری سنگ را شما باید موقع کار کنارای دیوار جدا کید کنارای دیوار قرار بدید به اصطلاح. الان فرض مثال اینجا یک سنگ کشیده بود از 12 تا سنگ شاید 4 تاش لپر داشته باشه. اگه ما 4 تا لپری کنار دیوار نمیزدیم وسط کنار دیوار رو سالم میزدیم برای وسط اون لپری دیگه واقعا کیفیت کار خیلی مایه پایینتر بالاخره. این بود چند تا نکته و مورد که خدمتتون صحبت کردم و از همه مهمتر دیگه دوستان در مورد اجرای کار که خدمتتون صحبت کردم اجرای خصوصا در مورد چجوری کار کنیم سنگکاری برای استاکارا و استاکارایی که تازه کار هستید از همه مهمتر فقط مالاد سنگ دوستا. اگر شما مالاد سنگ را درست پهن کنید خوب صاف و صوف تعادل شده دیدشون باشه دیگه کار برایشون خیلی آسانه. مهم فقط مالاد پهن کردن برای سنگ کاری وقتی ما مالاد دقیق پهن مونیم نرم میریزیم دیگه سنگش نباید بلجنه بالا پایین چون که سنگ موقعی که ما با چکش میخوایم بکوبیم در حد 2 میل 3-4 میل بیشتر نمیتونیم بالاخره بالا پایین کنیم. اینم بود کار سنگکاری کفای واحدهای پروژه بوریایی که خدمتتون صحبت کردم. فعلا اتاق خوابش کار کردیم چون که به خاطر سالونش نمیتونیم یک خورده مشکلات داره یک خورده گیرایی داریم. ان شاء الله اونایش کارش انجام شد میرم سراغ سالون چی بازم برای شما ویدیو میگیرم.